درون تاریک این مرد ترحم برانگیز چی بود که اونو تبدیل میکنه به روانی ترین فرد دنیا؟ ادگین شخصیت ترحم برانگیز و امین مردم شهر پلنفیلد بود. اینجا یک مجسمه خارق‌العاده با منشأ ناشناخته میبینیم. چه انگیزه‌ای میتونه به اونها الهام بخشیده باشه؟ چه دستهایی میتونه اونا رو ساخته باشه؟ همه چیز از یک مزرعه تاریک و کثیف آغاز میشود. جایی که یک دیوانه تنها شاهکار گورستانی خود را غیر قابل تصور و غیر قابل بیان خلق می کند. تابلوی جاده می گوید پلنفیلد، ویسکانسین. تصور کن یه روز پلیس وارد یه خونه قدیمی توی مزرعه بشه و چیزی که اونجا پیدا کنن اونقدر وحشتناک باشه که با تجربه ترین مامورام نتونن تا سالها فراموشش کنن. صندلی از پوست انسان، دستکشی با پوست انسان، ماسکایی از صورت واقعی زنان و حتی زنی که مثل شکار از سقف آویزونه. این قاتل شرور عادت داشت جنازه ها رو از خاک بکشه بیرون و اجزای بدن اونا رو توی کالکشن خودش نگه داره. اون آباژور خونه خودش رو با پوست انسان تزیین میکرد، دیوار خونه خودش رو با پوست انسان کاور میکرد و حتی سوپ خودش رو در جمجمه انسان نوش جان میکرد. این یک داستان تخیلی نیست، این یک داستان واقعیه. این قاتل شرور و جانی کسی نبود جز ترحم برانگیزترین مرد شهر پلنفیلد، ادگین. اینجا قراره با هم دیگه به دنیای رازآلود جنایتکاران و قاتلان تاریخ بپردازیم. اگر دنبال ویدیوهای ترسناک، رازآلود و تحلیلی هستی، جای درستی اومدی. با من همراه باش تا با هم به اعماق وجود قاتلان مهم دنیا بریم. با من همراه باش تا راز تاریک پشت تمام جنایت ها رو با هم دیگه کشف کنیم. حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله پایین رو بزن تا از ویدیوهای جدید غافل نشی. این مرد روانی الهام بخش شخصیت های مهمی در تاریخ سینما میشه، مثل نورمن بیتس در فیلم روانی، صورت چرمی در فیلم کشتار با اره برقی در تگزاس، بوفالو بیل در فیلم سکوت بره‌ها. در سال 1906 در شهر کوچیکی به نام لاکروسه در آمریکا به دنیا اومد. اون یه برادر بزرگتر از خودش داشت به نام هنری. مادر اون اسمش آگوستا بود. آگوستا زنی بود با عقاید لوتری. مادر او زنی سختگیر، سلطه‌جو، مذهبی و با عقاید سخت بود. اما با این وجود اد عاشق و شیفته مادرش بود و اونو میپرستید. آگوستا برای پسرانش در مورد فساد ذاتی جهان، شر نوشیدن الکل و اعتقادات مبنی بر اینکه همه زنان به طور طبیعی بند و بار و ابزار شیطان هستند موعظه میکرد. اون هر بعد از ظهر زمانی رو برای خوندن کتاب مقدس برای اونها اختصاص میداد. معمولاً آیاتی از عهد عتیق و کتاب مکاشفه در مورد مرگ، قتل و عذاب الهی برای اونا میخوند. و اما جورج گین پدر اد، مردی دائم الخمر و معتاد به الکل، مردی که کاملا با عقاید مادرش مخالف و متفاوت بود. اون به خاطر اعتیادش به الکل از هر جایی که میرفت کار کنه اون اخراج میکردن. اون شغل‌های مختلفی رو امتحان کرد، از جمله خاربار فروشی، نجاری و حتی دباغی. میدونید که در دباغی چی کار میکنن؟ در دباغی پوست حیوانات رو میکنن و با بهترین شکل از اون نگهداری میکنن. پدر اون یک مغازه خاربار فروشی داشت، اما تصمیم میگیره که مغازه رو ول کنه و نقل مکان کنن به یک روستای خیلی کوچیک و در یک مزرعه زندگی کنن. میخواستن از شهر بزرگ دور باشن. اونا وارد یک مزرعه میشن که 63 هکتار بوده و برای همیشه اونجا میمونن تا زمان مرگشون. مادرش از این جابجایی و تغییر خیلی خوشحال بوده، چون معتقد بوده که افراد دیگه دارن روی بچه‌هاش تاثیرات منفی میذارن و دوست داشت پسرانش رو از اونجا دور کنه. و اون از خلوتی مزرعه سوء استفاده کرد تا بتونه تسلط بیشتری روی تربیت پسراش داشته باشه. خانواده‌اش میگفتن هر بار اد میخواسته دوستی پیدا کنه یا به کسی نزدیک بشه، مادرش به بدترین شکل اونو تنبیه میکرده. اد فقط برای مدرسه از خونه خارج میشد. معلمای اد میگفتن اون رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میده، مثلا خنده های یه دفعه ناگهانی، و بعد میگفت دارم برای خودم جوک تعریف میکنم. با وجود همه اینا، هر چقدر مادر تلاش میکنه که اون از اجتماع دور نگه داره، معلماش میگفتن که اد عملکرد خیلی خوبی تو مدرسه داره، خوندن و نوشتن خیلی خوبی داره. سال 1940 پدر اد به دلیل نارسایی قلبی از دنیا میره.
خودش و برادرش مجبور بوده برای امرار معاش برن توی سطح شهر کار کنن و خوشبختانه اونا امین مردم بودن. اونا به عنوان تعمیرکار توی شهر کار میکردن و حتی اد به عنوان پرستار بچه. اون خودش میگفت ارتباط گرفتن با بچه‌ها برای من خیلی راحت تر از ارتباط گرفتن با بزرگسالان بود. سال 1944 زمانی که اد داشت علف‌های اضافی مزرعه رو میسوزون، آتیش از کنترلش خارج میشه و کل مزرعه آتیش میگیره. آتیش نشانا متوجه میشن و به کمک اد میان. اما اد بعد از یک روز ادعا میکنه که برادرش هنری مفقود شده. گروه کاوشگران و جستجوگران میگردن و هنری 43 ساله رو در حالی که مرده بود رو پیدا میکنند. کارگاه میگه روی سر هنری جای ضربه و کبودیه. پزشک قانونی از تشییع جنازه اون امتناع میکنه و مرگ اون رو خفگی با آتیش اعلام میکنن. اما وقتی در آینده پرونده اد رو بررسی میکنن میبینن بله، هابیل و قابیل دوباره تکرار شد. بعضیا میگفتن اد نسبت به هنری حسادت داشته. چرا؟ چون هنری از خانواده و عقاید مادر خودش رو جدا کرده بود. تو اجتماع وجهه خوبی داشت و حتی وارد رابطه شده بود و میخواست ازدواج کنه. همه اینا دلیلی بود که هنری به اون حسادت کنه. حتی آخرین بار میگفتن که هنری به مادرش ناسزا گفته و از اونجایی که اد شیفته مادر بوده نتونسته این توهین رو تحمل کنه و اولین جرقه جنایت توی وجود هنری روشن میشه. با مرگ هنری اد و آگوستا با هم تنها میشن. مادر بعد از مدتی از مرگ هنری دچار سکته مغزی میشه و توی خونه فلج میفته. اد مجبور بوده از مادر نگهداری کنه. اد رفتارهای عجیب و غریبی از خودش نشون میداده، اما کسی این رفتارها رو جدی نمیگرفته. مثلا وقتی توی اجتماع حضور پیدا میکرده به شکل خیلی عجیبی به زنها خیره میشده. ساعتها، دقیقه‌ها همینطوری ظلم میزده به زنها. اونقدر خیره می شده که بارها زنها مجبور بودن اون محل رو ترک کنن تا از بار سنگین نگاه اد فرار کنن. و اما سال 1945 مادر بر اثر سکته دوم از دنیا میره و مرگ مادر اد رو خیلی متاثر میکنه. اد تنها دوست و عشق واقعی خودش رو از دست میده و اون برای همیشه تنها میمونه. اد بعد از مرگ مادر تنها زندگی میکنه. اون به ظاهر مردی آروم، ترحم برانگیز و بی‌آزار بوده، اما هیچ کس از راز خونه اون خبر نداشت. پشت چهره آروم و بی‌آزار او جنایت‌هایی است که پشت در خونه او خوابیده بودن و هیچ کس از اون خبر نداشت. ادگین بعد از مرگ مادرش به تنهایی مزرعه رو نگهداری می‌کرده و کارهای متفرقه می‌کرده برای کسب درآمد. اون اتاقایی که مادرش همیشه مینشسته رو تخته کوب میکنه که هیچ وقت وارد اونجا نشه. خودش توی اتاق کوچیکی پشت آشپزخونه زندگی میکرده و تمام خونه به شکل وحشتناکی کثیف و نامرتب بوده. اون اوقات فراغتش رو با خوندن داستان‌های عامه پسند و داستان‌های جنایی میگذرونه و اون خیلی علاقه زیاد به کشتار نازی‌ها و داستان‌های آدمخواری داشته. در این میون شخصیت مورد علاقه و تاثیرگذار خودش رو پیدا میکنه، ایلسه کیخ، یکی از خونخوارترین و جنایتکارترین زنان نازی. ایلسه کیخ زنی جنایتکار در ارتش هیتلر بود. همیشه به اونا انگیزه میداد تا آزمایش‌ها و روش‌های خودشون رو ادامه بدن. اون از پوست انسان‌ها برای ساخت دستکش، کیف پول و حتی برای صحافی کتاب‌ها استفاده می‌کرد. کسانی که روی بدنشون خال کوبی داشت رو ارزشمند می‌شمرد. گاهی سه دستور به کشتن تازه واردان می‌کرد. میگفت شادابی اونا پوست بهینه‌ای رو فراهم می‌کنه. اون یکی از خونخوارترین و جنایتکارترین آدم‌های ارتش هیتلر بوده. اون به همراه همسرش. اون برای تفریح بدن یهودیایی که خالکوبی داشتن اون تیکه از بخش پوست خالکوبیشون رو میکن و با اونا اشیا درست میکرد. مثلا دستکش، کیف، آواژور یا حتی برای صحافی کتاب از اونا استفاده میکرد. اینقدر تعداد این اشیا زیاد بوده که اون رو به بقیه هدیه میداده. و شاید بگیم نقطه تاثیرگذار زندگی اد اینجا شروع میشه. و در شهر اد 3 قبرستون وجود داشته.
اد به صورت مخفیانه وارد این قبرستونا می شده و جسدهایی که تازه دفن شده بودن رو می کشته بیرون و اعضای بدن اونها رو جدا می کرده و تو خونه برای خودش کالکسیون درست می کرده. اد می گفته من وقتی قبرها رو باز می کردم هیچ وقت جواهرات و اشیای گرون قیمت بر نمی داشتم. من فقط به جسد اونا احتیاج داشتم و اون فقط جسد زنان رو بر می داشت. زمانی که اد درگیر جمع کردن کلکسیون شخصی خودش با بدن انسان‌ها بوده، در سال 1954 زنی به نام مری هوگان ناپدید میشه. اما کسی از مفقود شدن و گم شدن اون خیلی شکی نمی‌کرده و همه میگفتن احتمالاً با معشوقه خودش فرار کرده از شهر و رفته. و اما سال 1957 زنی به نام برنس وردن ناپدید میشه. مری و برنس یک وجه مشترک داشتن. هر دو زن مسن بودن و هر دو مغازه‌دار بودن. اما زمانی که پسر برنس میره توی مغازه و دنبال مادرش بوده، متوجه قطرات خون روی زمین میشه. فاکتورها رو نگاه میکنه و متوجه میشه که بله، آخرین مشتری ادگین بوده و اومده ضد یخ خریده. اون سریع به پلیس اطلاع میده و پلیس هم وارد خونه اد میشن و با وحشتناکترین صحنه تاریخ روبرو میشن. اولش پلیسا به دلیل بوی گند تعفن نمیخوان وارد خونه بشن، اما بالاخره وارد میشن. متوجه میشن که کل خونه با بدن انسان تزیین شده. در جا اد رو دستگیر میکنن، اما اد تا 30 ساعت بعد از دستگیری هیچ حرفی نمیزنه، سکوت میکنه. اما بعد از 30 ساعت میگه که اگه به من پای سیب و پنیر چدار بدید اعتراف میکنم. چه عجیب. اد بالاخره اعتراف میکنه، اما میگه من فقط از قبرها دزدی میکردم و جنازه ها رو میکشیدم بیرون، اما هیچ قتلی مرتکب نشدم. اما شواهد چیز دیگه رو نشون میده. پلیس وقتی وارد خونه اد میشه، متوجه جنازه آویزون شده ی برنس از سقف میشه. برنس از 2 پا به سقف آویزون بوده. بدن اون پاره شده بود و تمام اعضای بدن اون به صورت کامل ریخته بود بیرون. اون با گلوله به سر برنس شلیک کرده بود. وقتی پلیسا داشتن بقیه اشیا رو نگاه میکردن، دیدن از یک جعبه موی زن بیرون ریخته. جعبه رو باز میکنه پلیس و میبینه بله، اون موها به یک صورتی وصله و اون صورت مری هوگان بود. و در جعبه دیگه جمجمه مری رو پیدا میکنن. بله، اد بالاخره به اون 2 قتل خودش اعتراف میکنه، ولی میگه جزئیاتش اصلا یادم نمیاد و بیشتر از این از من توضیح نخواهید. روزها و هفته‌ها طول میکشه تا پلیسا تمام اون اشیا و بدن انسانا از خونه اد دور کنن. بعد از عکس برداری از اون اشیا اونا رو خاک میکنن و گفتم ما دلمون نمیخواد اعضای خانواده قربانیان اعضای بدن خانواده خودشون به این شکل ببینن. اون اعضای بدن زنا رو نگه میداشته. از ناخوناشون برای خودش ناخون مصنوعی درست میکرده. از موهاشون برای خودش مو درست میکرده. از صورتشون برای خودش ماسک زنونه درست میکرده. اون حتی اندام جنسی زنان رو میبریده و روی خودش امتحان میکرده و بعد روی اونا لباس زیر زنونه میپوشیده. درسته که اد متهم به نبش قبر و ساختن وسایل خونگی از اجساد بوده، اما مدعی بوده که با اجساد رابطه جنسی نداشته. برای همین محققان میگن که اون بیشتر نکرومانیا بوده، یعنی تمایل وسواسی به مرگ و اجساد داشته، تا نکروفیلی به بیماری میگن که با افراد مرده رابطه جنسی برقرار کنن. اون ظاهراً مجذوب اجساد بوده، ولی برای جبران فقدان مادرش به تقلید از بدن زنان روی آورده بوده. و در نهایت در دادگاه اد به عنوان بیمار روانی شناخته میشه و اون محکوم نمیشه و در بیمارستان روانی بستری میشه. و در نهایت در سال 1984 اد در سن 77 سالگی به دلیل سرطان ریه از دنیا میره و میمیره. اد در گورستان پلینفیلد بین والدین و برادرش به خاک سپرده میشه، اما بعد از مدتی قبر اون به سرقت میره، اما جای قبر اون ناشناخته نیست.
ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. اگر این اپیزود و پرونده های جنایی رو دوست داشتید حتما اون رو با دوستانتون و عزیزانتون به اشتراک بگذارید تا ما هم بتونیم بیشتر و بهتر به شما داستانهای جذاب و رازآلود بگیم. ممنونم که با ما همراه بودید.